به نام خدا. سلام دوستان، چطور هستید؟ بنده علیرضا لرکی هستم و با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. با دو تا دوست عزیز اومدیم که یک بازی رو انجام بدیم و یه چالش جدیدی رو داشته باشیم. ولی قبل از همه چیز لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید و ویدیو رو هم لایک کنید و حتما کامنت و اگه پیشنهادی چیزی دارید رو در کامنت بگید و یه کامنت زیبا هم بذارید. اگر انگلیسی باشه چه بهتر. بریم که با دوستانمون آشنا بشیم. لطفاً خودتون رو معرفی کنید. من کسرا نعمتی هستم، 10 ساله از اهواز. و شما؟ من پارسا نعمتی هستم، 10 ساله از اهواز. آفرین، بلند حرف بزن. خب قراره که یه مسابقه داشته باشیم. ما اینجا چند تا بازی رو داریم که اینجا به قید قرعه قراره کشیشون کنیم. خب قوانین رو براشون از قبل توضیح دادم. خب 14 تا بازی داریم، ببینیم کدومش در میاد. خودم یکی رو شانسی انتخاب میکنم. این به نظرم خوب. بچه‌ها دوست دارید چه بازی در بیاد؟ تیزبین. انگلیس. نگاه کنید، بازی اول بازی تیزبین هستش که قراره انجامش بدیم. خوبه. خب یه لحظه وایسید. خب دوستان، این بازی تیزبین هستش که یکی از اون محصولات بازیتا هستش و بسیار بازی خوبی است و نیاز به سرعت العمل و همچنین دقت داره و باید ببینیم که کدومشون در نهایت برنده میشن. بریم که ببینیم. لیتس گو. خب به نظر خودت برنده میشی کسی یا پارسا؟ فکر میکنم خودم برنده میشم. تو چی میگی؟ من میگم خودم برنده میشم. من همیشه تو این بازی برنده. آفرین. خب کارتا رو میذاریم، یه لحظه صافشون کنیم. دوستان فقط یه نکته، این دوتا برادر هستن و دوقلو هستن. میبینید؟ دوقلوهای ناهمسان. خب بچه آماده اید؟ بله. خب بله. کارتا رو میذارم، اشتراک رو پیدا کنید. بچه بعد وجه اشتراک رو ببینند بگید. این کسرا و اینم پارسا. پیداش کنید دیگه. خب زمان گذشت، مال هیچ کدومتون نمیشه. بعد از چند ثانیه اگه نگید میبازید. خب ساعت بود بچه ها، وجه اشتراک ساعت بود که هیچ کدومشون نگفتن. زمان دارید بچه ها. خب بگید وجهش چی؟ ماشین. کی اول گفت؟ من. پارسا. آفرین، مال رقیبت میشه. خب پارسا گفت بدو. سگ. آفرین. خب این میره برای پارسا. این دوتا رو بگید. معلومه بچه ها. آفرین کسرای باهوش. خب میره برای پارسا. هر کی در نهایت بیشتر کارت داشته باشه اون بازنده است. باید تعداد کارتاتون کمتر باشه. خب سگ. آفرین کسرا، چقدر تو باهوشی. خب پارسا حواست باشه. خب برگردونید، اشتراک رو پیدا کنید. گلاب. آفرین کسرا، آفرین. خب اینو بذار اینجا. برگردونید وجه اشتراک. ساعت. همونطور که می‌بینید دوستان ساعت وجه اشتراک هستش. آفرین، بذارش برای پارسا. پارسا داره میبازه. برگردونید وجه اشتراک رو پیدا. چی؟ ما. آفرین کسرا. پارسا من از نامیدی دارم. برگردونید. همین الان من وجه اشتراک رو فهمیدم دوستان. بذارید زوم کنیم بفهمید. نگاه کنید. کم توجه کنید. 5 4 3 2 و 1. وقتتون تمام شد دیگه. نمیپذیرم ای بگید. خب اینو چون آدمک بود بچه‌ها، نگاه کنید. آدمک بود، هیچ کدومشون نگفتن و این کارتا مال هیچ کس نمیشه. خب دوستان، برای اینکه حجم ویدیو نشه این آخرین کارتایی است که انجام میدن. برگردونید. خونه برفی. خب اول چیز گفت؟ کسرا گفت. نه، کسرا اول گفت خونه برفی. آفرین به کسرا.
و بیاین بشماریم بچه یه لحظه. خب بشمار کسرا مال خودتو. 1 2 خب کسرا فقط 2 تا. حالا پارسا بشمار. 1 2 بشمار سریع. 4 ها 6 2 تا میشماره. 8 10 و 12. خب پارسا کارتایی بیشتری داره و میبازه. کسرا 2 تا کارت داشتی بردی. بزن قدش. 1-0 به نفع تو هم بزن قدش. بازی اول و مرحله اول از این برنامه رو کسرا نعمتی میبره 1-0 به نفع. آفرین. خب دوستان همونطوری که دیدید بازی اولی کسرا نعمتی برد و 1-0 به نفعشه و پارسا باید به دنبال کامبک باشه. بریم که بازی ها رو قرعه کشی کنیم. بازی بعدی چی هست؟ لیتس گو. خب خودم به قید و قرعه در میارم. یکی این رو میخوام انتخاب کنم ببینیم چی هستش. دستچین هستش. ببینید بازی بعدی بازی دستچین هست. زومش کنیم. خب میریم تا لحظات دیگه این بازی رو انجام بدیم. خب دوستان این دستچین هستش، یه بازی فکری و باحال دیگه که اینم باز نیاز به سرعت العمل و همچنین دقت داره. پس یکی سرعت عمل بالا و یکی هم دقت و تمرکز بالا، باید از فکرشون استفاده کنن و حافظه خوبی داشته باشن و اینم محصول بازیتاست. بازیتا واقعا بازی خوبی داره. بریم که اینم شروع کنیم. خب دوستان یه زنگوله این وسط هستش و لیوان هایی که باید ببینیم کی میبره. خب از اونجا این که بازی الان تعدادش 2 نفر است 2 تا رو برمی‌داریم چون تا 4 نفر هم میشه بازیش کرد. کارتا رو بیارید. خب دوستان نگاه کنید اینطوریه. زنگ میزنه. خب بچه‌ها نگاه کنید کارت این هستش و اونا نمیدونن و من الان نشونشون میخوام بدم. خب بیاین اینو بچینید. منتظرم که اینو بچینید. بدو. خب پارسا زنگو زد. امیدوارم که اشتباه نکرده باشی پارسا. بیاین ببینیم آبی. وایسا پارسا اول زد. آبی، سیاه، زرد، سبز، قرمز. آفرین. پارسا این کارت مال پارسا میشه درسته؟ بله. خب 1-0. خب دوستان بعدی این هستش دقتی کنید اینو باید بچینن. خب منتظریم کی میچینه زودتر. اول اگه دقت کنید کسرا دستش رو زنگ رفت. کسرا بیا ببینم. خب سیاه، سبز، زرد، آبی، قرمز. آفرین. این کارت مال کسرا میشه چه فاصله میلیمتری بود. کارت بعدی بریم که ببینیم کی میبره. 5 تا کارت میذارم براشون. اول این دفعه چیزه پارسا گذاشته. تو فقط یه انگشتت بود. پارسا زودتر انجام داد. خب سیاه، قرمز. بعد نه اول باید سبز رو میذاشتی. این اشتباهست. اشتباه چیدیش پارسا. حالا ببینیم کسرا چی. سیاه. تو هم که اشتباهست. قرمز اول بعد سبز بود. خب اینو هیچ کدومشون نگرفتم و این کارت برای هیچ کدومشون نمیره. خب 4مین کارت سرنوشت ساز. ببینم کی میبره اینو. حواستون باشه اشتباه نکنید. اول کسرا. بیا ببینم کسرا. خب قرمز، سبز، آبی، زرد، سیاه. آفرین کسرا این مال تو شد. 2-1. اگر اینو پارسا نگه و کسرا اینو بگه کسرا 3-1 میبره و بازی دوم رو هم میبره. ببینیم چی میشه. و کارت بعدی بیا. اوه این چیه؟ دستاشون به قلمه. آقا چون همزمان زدید من اینو حساب نمی کنم. یکی دیگه واقعا معلوم نبود. در بیاری چقدر همزمان. یا خدا. اینو بگید. اول کسرا. ببینم زرد. اول آبی بعد قرمز. تو قرمز آبی. این غلط. حالا اینجا پارسا. زرد، آبی، قرمز، سیاه، سبز. آفرین. خب هر کدومتون 2 تا کارت درسته؟ بله. پس این بازی میره به فاینال راند. یعنی راند آخر بعد این کی اینجا میبره. آماده اید؟ بله. بادکنک هستن. برو ببینیم کی میبره. دوستان هر کی اینو بگه بازی رو برده. اول پارسا. اینم زرد، قرمز، سیاه. نه اول سبز بود داداوی. پارسا اشتباه کرد. کسرا بعدش
چی؟ خب بعدش میتونه دیگه، اشکال نداره. زرد، قرمز، سیاه، سبز، آبی و در نهایت کسرا این بازی رو هم میبره. کسرا بزن قدش. و پارسا بازم میبازه. پارسا چرا؟ میبرم. بازی بعدی رو ولی میبره. تو چی میگی؟ این امیدم سخت بود. بهترین امیدی بود که تا به حال دیدن. امید دیدن نداره، حس کردنه. خب کسرا با 3 تا کارت و پارسا با 2 تا کارت. کسرا این مرحله هم میبره. کسرا 2، پارسا 0. بریم برای مرحله بعد. خب دوستان جهت یادآوری میگم که تا اینجا پارسا خوشگل ما که اینقدر قرمز و شکسته هیچی نبرده تا حالا و کسرا نعمتی 2 بار برده، 2-0 به نفعشون. و بعد بریم بازی بعدی چی در میاد. بریم که بریم. خب قرعه کشی رو میخوایم انجام بدیم. یکی رو به انتخاب خودم در میارم ببینم چی هستش. خب سرعت عمل هستش. باید ببینیم کدومشون زودتر میتونن خوراکی هایی که میارم رو بخورن. همینجا وایسید بچه ها تا بیام. خب بچه ها اینا بستنی های شکلاتی چی هستش؟ میهن هست و توصیه میکنم بخورید. شیری هستن، خیلی خوب هستن، حتما همتون خوردید. و اینم کیک های شکلاتی هست. قرار ببینیم چی سرعت عمل بهتری داره و میتونه که با سرعت بیشتری و سریعتر بخوره. در نهایت هر کی زودتر تموم کرد باید روی زنگوله بزنه. زنگوله رو بیارید. خب دوستان مرحله سوم هستیم. بریم کنیم. بچه‌ها یه لایک نشون بدید. خب از این شروع میکنیم. مرحله 1 این است. هر کی زودتر وایسا. هنوز من حرف میزنم. هر کی زودتر خود میره سراغ این، بعد اینو خورد میرین، در نهایت زنگوله میزنید. اول نه، وقتی همه رو تموم کرد اونی که زودتر، بعد زنگوله میزنه. در غیر این صورت میبازید. خب شروع کنید. یعنی کی زودتر باز میکنه و کی زودتر میخوره. خیلی سرعت عمل مهمه اینجا. مرحله سوم است. کسرا جلوه و بازم داره میبره. نشون بده ببینیم خالیه. دهن تو باکو. تو اینم. خب اون اول قورت بدید بخورید. بچه نه چطور نمیخندید؟ این باز نمیشه. بذارید براشون باز کنم. استوب. میتونید؟ نه. ادامه برید. براشون باز کردم، بلد نبودم. خنکم هست، ببینید حرارتشو. دستمال اگه کسی میخواد اینجا بیاید بچه دستمال. خب پارسا چقدر دیر عمل میکنی؟ خب لایک نشون میده. پارسا تو هم یه دستمال بگیر. بله. بیا ببینیم کی میبره. چه مرحله‌ایه؟ من که میگم کسرا میبره با این سرعت عمل. خنکه بچه؟ بله. نشون بده چقدرش مونده. خب کسرا جلوتره، پارسا مونده هنوز. بچه قاطی نکنید. پارسا نارنجی پوشیده، کسرا سفید پوشیده، ولی شلوارشون مثل همه. پارسا پارسا هو هو، کسرا کسرا هو هو. بیا اینجا که نریز. آفرین. دهنت کثیفه پارسا. یخ زدند. خنکه پارسا؟ بدجون. کسرا کامل باید تموم شه. کسرا اینم یکم مونده هنوز. پارسا خنکش شده. سر خوبه دهن تمیز اول. آفرین. کسرا رفته برای مرحله بعد. هنوز پارسا مونده هنوز. پارسا مونده. خوبه تمیز کن حالا. کسرا باز میکنه، پارسا هنوز باز نکرد. کسرا داره کیکو میخوره. پارسا یه لحظه وایسا. ادامه بدید بچه. براش باز کردم برای پارسا. کسرا چی کار میکنه؟ پارسا هم شروع میکنه به خوردن. اوه
در نهایت یه برنده خواهیم داشت. از دهنتون بیفته و بخورید ها. جلو دهنتون رو بگیرید. نگاه کن نخند. تو نگاه کن نخند. موسی یله. کس رو نگاه کن نخند. نگاه. خب بخورید. آب میخواید؟ باش بعد بازی آب میارم. هنوز برنده معلوم نیست. کسرا هنوز رو زمین افتاده، اونم باید بخوره. خوشمزن کیکا 3 تا آیتم شکلات کوچیک و بعدش بستنی شکلاتی و بعدش کیک شکلاتی. چه آیتم های شکلاتی و باحالی. امیدوارم زندگیتونم شکلاتی باشه. من که دلم آب شد. اوه. نه بعد کامل قورتش بدی. بعد هر کی دهنشو وا کردیم خالیه. بعد دو تا تموم کن. نه اونو ول کنین. دهنتون رو اول باز کنین کامل خالی باشه. نه داری پارسا داره هنوز. اکو بزن زد. پارسا این مرحله رو برد در صورتی که کسرا جلو بود. هنوز اکو داره. پارسا بردی. تبریک آقا. پارسا این آیتم رو برد. پارسا 1 کسرا 2. پارسا نظر چیه؟ یس. تو چی میگی کسرا؟ خیلی بد بود. اکو خیلی بهتره. ولی اونو نگاهی شکلات بار. نگاه اینجا رو چی کرده. خب بریم برای مرحله 4. حسابی شکلاتی شد زندگیشون. اکو باز